آروم باشی آروم. اینو باید وسط مچ بذاری. خب برای من صدات کمه. تو کل خونه پیچی. داداش من میگم میخوایی نکن، کپی رایت میخوریم از طرف دکتر استاپ. خب ایوه. خب آقا اینم قبلش بگم ما تا پیدا کردن گانای توسی میتونیم از گانای دیگه استفاده بفرماییم. داشت قاعدتا اول بسم الله ما گانه توسی پیدا میکنیم. کجا بریم؟ 100% و اینکه بین کنیون و سیپورت یکی رو بگیم. انتخابتون سیپورت بودن و سرویس. بله. خب آقا من گانه توسیمو پیدا کردم. چالش از همین الان شروع شد. من الان هنوز گانه توسیمو ندارم تو سرویس. داداش شاتگان توسی اگه شد به من بده. اونی سرطان رو بردارم و بذار بیه رو بزنیم دیگه. اوه یکی قشنگ حاجی بالا سرمه با SMG دارم. داداش میر توسی جاک اصلا یارو رو پیداش کنم. کجا داره میچرخه داداش؟ اوه کسرا آک بر سرت مردی. یه آوره. آها همین دیدی گفتم خفه شو بیشتر. ای شاتگانش توسی بود. شاتگانو بعد برمیداریم و میریم سراغ اولیه که داشته باشیم. یارش اومد شیره دور از این دسته اینم نشیره ندن این دوستان عزیز. بزن اشون رفت تو آب کارت یارشو برداره فکر کنم. باته اونی که داره انور میزنه باته. وای خداحافظ. وای بابا بزن هیچ پیشیه که بمیر دیگه. شرف الان میام بالا پارت میکنم. یه بیگ بزن. من میام. یارو چرا نمیاد؟ مستق میبینیم. برو آها نداره. هی بله. خب چی گان توسی بریم شاتگان توسی پیدا کنیم. چیکار داری میکنی؟ یه لحظه اینجا سیستم ادارتی به اشتباه خورده و اینجا باید درستش شد. خب درست شد تو سرمز. آروم باشی ایوه آروم باشی. همون جاسه صدا پا. آقا شمشیر مجاز هست؟ خیر مجاز نیست؟ نه دیگه داداش پیکه. ای توف توی این شانس. نمیشه فقط برای روتیت استفاده کرد؟ بلک نمی تو چرا؟ خب اگه دمیج نمیدی که فکر کنم مجازه. اگه همراهان عزیز ناراحت نشن از این موضوع. آقا دوستان من این فقط به عنوان روتیشن استفاده میکنم برای فارسی رو پاس بداریم برای حمل و نقل. کس رو بیشیم بریم و بریم سراغ انمی. هستی مالا نداره داداش. ویدیو ما باید تموم کنیم. بیا. نه نمیخواد. Is that a real player I think?
با ایزد باتی بیشتری بله همونطور که مشاهده میکنید آدم بایسته اومدم حالا به این موضوع فکر نکرده بودم باتی بیشتری اونو بریم بشین که بریم فقط وایستا ما باید دنبال دبه بگردیم شینا رو خدا حالا پیدا میشه فعلا برو و بدین تاریخ خالقان شادونه افتاد و انار شد بزن میگن پرواز غیر منطقی ای داداش پرواز رفتم فایت بیا به به همینجا پارک کن پیاده شو به اینم میگن فیلیپ بک سگی که بهش میگن زیر زدن این کار مال سگ هاست اینا که نباید هر کی زیر بزنه سگه چرا نمیشه زد تا دسته بیاد پایین عوضگاه ای دهن سرویس یکه بابا یارو وای آخ باکس نکن بی شرف دوباره بنده باید زیر ایشونو بزنم تا ادب شم زیر زنم سگه داداش رو هوا زدنم خدا داند و یاران پروین چه غلطی کنیم یا فعلا این سه تا دبه رو 4-5 تا دبه رو بزنیم یا فعلا شما این دوتا رو بزنیم باید دبه بزنیم بریم برو بالا اون ریبوت داد ای افت بودنش بیا بریم با رو ماشینشون بیکشم زیرشون افتادن ها دوباره این نمک میش بده بابا اینا وای هلپ ای وای داداش هلپ داداش باش فایت نده من هیچی شیلد ندارم بابا خب چیکار کنم وای عجب بیشرفی بود گون فکر کنم با بردارم وای ول کن فوی چیز کنه پیک قسمت مساوی نه باطن خب ای وای ای وای کار بدی کردم ولی یکیشون ناکه وای کس رو بیا بابا مگه میشه خدا لژندری چست میتکیتش خوب بود الان وسط رکوردی؟ بله بله بنده میخوام شما رو از رد صلاحیت به شبنندگی فلاحیت برسونم اشکالی نداره؟ یعنی چی؟ یعنی که نمیدونم فقط خواستم بهتون بگم که فنهای عزیز پرسپولیسی امروز 2-1 از سپاهان باختید و نوع سگی بیش نیستید ولی به هر حال هر کی سلایق خودشو داره و بعضی ها از بچه های گیمگرافی امکان استقلالی باشن بعضی ها پرسپولیسی باشن فقط خواستم بهشون اطلاع بدم که امروز باختن از سپاهان. کس رو بیا اینجا. چی شده است؟ بیا اینجا، بیا پایین. قطار رو نگیریم بریم. بیا اینجا بابا بیا برو گام شبیشه. آقا بله. گوش کن. بگو.
شما یه دقیقه مینیمپ رو مشاهده بفرمایید. خب اون سراحی رو میبینی؟ خب این سراحی آیا شبیه آرم ریزر نمی باشد؟ شاید. این پرواز میگن یک پرواز غیر منتظره تشابه پذیره یا ابوالفضل. بله به بنده ای که شاد یا کن املایی از خیرهای عزیز از دوست داشتنی ما هستن. یه دقیقه وایس من شاد کن ندارم. نمیدونم چه بلایی سرشون اومده و اینکه خودم گیر کردم. حالا این چه غلطی کنم. داره ایشون بیگ شیت میزنن و میرم رو سر ایشون. این همون بودن که من یکیشون رو کردم. بیگ شیت ممنوع. کرکه او شیت یکه بابا یارو. خداحافظ دوست عزیز. بابا یارو یکه اونجاست که خدایا. بیگ شیفت آر ناکه شاد کن توسی بده. نداد. بمیرم از یاشقال یارش اومد. وایسا اومدم. ولی نمیتونم بپرسم شات کنید کجاست. گفتم که من شات کن پیدا نکردم. خب کارت من برده بعد فرار کن. قرار نیست کسی فرار کنم اون کس رو. شات کن رو برده. خواهیست چه این هم برداریم. مینیات هم این نازی. او بذار یه ذره فاصله بگیره بعد تلپورت کنی اینجا. نه 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 اینجا که ابدا. برو دورتر برو اینجا. این ها افتادن دنبال من آجی. این چه طرز فرار کردنه آخه. دیگه داداش نظری داری شما؟ تاجی های عزیزم بگم که تا 40 ثانیه دیگه بازی امروزشون شروع خواهد شد و البته این ویدیو که الان لایو نیست که احمقی دیگه. بازی ادیت شده هم. بله سیفی منم الان میرم. این دست رو بین کنیم بعدش. این دست رو بین کنیم انمی بیا. خب نمیزدی اون 20 صاحبه الان دوتایی میزدی بهشون. حالا که فعلا دوست عزیزمون کرک مرسی همون کس رو. وای اینجا رو بشکن. ایشون هم یکم ناک وای و دیگه زندگی نمونده باقی براش. ایشون چجوری داره هیل میگیره؟ تمامه. اوه بله آقا بردی ها رو مشاهده میکنیم که علوم میتیک ماشینو سخت. بله همجوری. آره بالا اونا بالا هست. ای جاکش رفت. بزنین یکیشون بیاد پایین. یه 26 تا رو هوا کرک رو هوا. همون کسرایی کهشون ناک. بله همجوری کسرو بیا تو هم ریوایو بده. البته نه بگیر حرکت همیشگی. من نمیتونم بیلد کنم. ناراحت شدم. کسرو برو سراغش این چیز نکنم. بگی اصلا برای باید چون ایشون کرکه. دوباره این یکی ناک. یک ها کسرو دوباره کرک شد. وای چجوری دمش نداد.
وای بابا چرا افتادم رو دوست عزیز. سلام عرض میکنم خدمت شما. یه 25 تا سفید دیگه هم خودم بنده. کجا تشریف دارن؟ اون بر باریکالله دوست عزیز، شما خیلی پر هستید. بابا بزنش یه کباب. آها چلنج بله. شد. همونطور که می‌بینید فقط با این 2 عدد گل جذاب ما وین خود را آوردیم و دهنمون سرویس شد. خب همون کس را خداحافظی داره بچه‌های بربکس گیم تراپی. خب خیلی خوشحال شدم امروز در مقعد شما تشریف داشتم و روز گرمی رو برای بنده ایجاد کردید در کنار برابچه گیم تراپی و اما بردیای عزیز. شما خیلی خوشحال شدم و تا درودی دیگر 200 بدرود خدمت همه عزیزان. بربکس گیم تراپی لایک و ساب یادتون نره که نیازمنده شما دوستان عزیزیم و خیلی دوستتون داریم. فعلا